سرگرمی رو کشتی غذاست. بیشتر دوست دارن سریع تایم غذا بشه. وقتی میام بالا، حالا بنده خدا از انجین خسته کوفته میاد بالا، از دک میاد بالا، موقعی که غذا براشون سرو میکنم فقط پشت در منتظر میمونم ببینم، از پشت نگاه میکنم ببینم با اشتها میخوره، آیا دوست داره، دوست نداره. بعد همین که صدای خنده هاشونه که میشنوم، اینجا بهم میگه که آره این غذا رو دوست داشتن، خوردن. بعد از اون میرم سطح آشغالی رو چک میکنم، میبینم غذا تو سطح آشغالی رفته نرفته. بچه‌ها تفریحشون رو کشتی بیشتر غذاست. اون چیزی که حالا به غیر از منو که حالا منو که ما فالو میکنیم، دوست دارم یعنی بیشتر اوقات یهویی شیرینی براشون میزنم، کیک میزنم، نون میزنم. بعد اینجا غافلگیر میشن. اونجا من خودم هم که کیف میکنم، یعنی خارج از تایم هم بچه ها خوشحال میشن، هم حال دل من خوب میشه. چون ما اینجا یه خانواده ایم، من باید هوای اونا رو داشته باشم، اونا هوای من رو داشته باشن دیگه. همه با هم زندگی میکنیم که این تایم بگذره، این سختی از دوری از خونه کم رنگتر بشه. من بعضی موقع از گوشه عکس دختر هستی باز میکنم نگاه میکنم، یه کلیپ برام فرستاده، صداش وایسش رو گوش میکنم، یه ذره اصلا آروم میشم. موقعی که چیف کوک شدم، بعد اولین کشتیم که رفتم بالا گفتن کاپتان سرش پایین بود. رفتم بالا گفت بله، گفتم چیف کوکم. یهو نگاه کن برقش گرفت، اینجوری کرد، گفت که چیف کوکی؟ گفتم بله. گفت واقعا؟ گفتم بله چیف کوکم. بعد آخر کار بهم گفت که خب حالا چیف کوکی چیزی هم بلدی؟ چون موقع جوان بودم، حالا ما از لحاظ ژنتیکی لاغریم، چاق نمیشیم. بعد انتظار داشت که یه آدم چاق باشه. برای چیف کوکی میگم مناسب نیستی. اما بعد که کار میکنم، یه روز دو روز سه روز کار میکنم، بعد خودشون میام پایین، بعد میگن ما اشتباه کردیم که اول همچین برخوردی کردیم. کشتی آبی